سلام و وقت بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور میگوید امیدوار است که کنفرانس امروز کشورهای عضو قلب آسیا سبب خاتمه جنگ در افغانستان شود و افزوده است که با قتل هر افغان شدیداً دردمند می شود. افراد مسلح ناشناس صبح امروز 3 واکسیناتور زن را در شهر جلال آباد با فیر مرمی شهید کردند. ریاست جمهوری این حمله را نکوهش کرده است. نیروهای افغان شمار از وسایط مربوط علیپور را امروز در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک کشف و ضبط کردند. مقامات گفتند این وسایط را علیپور از نیروهای امنیتی افغان غارت کرده بود. 3000 چوچه ماهی در حوزه‌های آب فارم‌های شرکت زراعتی وادی ننگرهار تولید شده است. مقامات گفتند شمار تولیدات چوچه ماهی به زودترین فرصت به 10 میلیون خواهد رسید. و منظور احمد پشتین رهبر جنبش حفاظت از پشتونها میگوید قتل عام پشتونها از سوی نیروهای پاکستانی دوام دارد و افزوده است ظلم نیروهای پاکستانی هر روز اضافه می شود، اما مقاومت صلح آمیز نیز در مقابلشان جریان خواهد داشت.